امروز کشوده‌شوی یکی از داروخانه‌های زمانوی که محض برای هر یکی ما و شما کشوده شده ایستاده است. امروز ما و شما صف و جمع آمدیم. اصل فارم افتتاح شد. داروخانه زمانوی اصل فارم در شهر خوجند در خود را باز نمود. نقشه افتتاحی داروخانه 6 ماه قبل طرح ریزی شده سنه 1 دکبر در خود را باز نمود. داروهای داروخانه اصل فارم بیشتر از کشورهای خارجه از جمله از روسیه و هندوستان وارد می‌گردد. داروخانه با داروهای با صفت اصلی تامین بوده، نامش نیز به این خاطر اصل فارم است. اون داروهایی که با شعبه ریسپتور می‌دارد توابتی هست حاضر در ضروری هست. همشه ما حرکت کردیم که همین اصل فارم با نرخ‌های دسترس موجود باشد. با به استفاده دادن این داروخانه 12 نفر با جای کار تامین شدند. جیربک عبدالجبارов یکی از مؤسسان داروخانه می باشد. گفت که فعالیت داروخانه به طور آنلاین و آفلاین براه مانده شده است که آن به میزاجان 24 ساعت خدمت می رساند. خدمترسانی ما کمتر فرق میکند. شما میتوانید با رقم کوتاهی ما میتوانید از سایت های ما اینترنت با تلگرام بات ها همه طرفه زکات کنید قبول کنید. باز اپراتورهای ما متخصصان فارماسیست باشند. میتونید کنسولتاسیا گیرید داروهای دسترس رو قبول کنید. رقم کوتاهی ما 3393 می باشد. داروخانه با استانداردهای اروپایی براه مانده شده است. در داخل آن بخشی مادر و کودک، کسمتولوژی و مکانی آرایشی و گیگینی نیز عمل می‌کند. باز شدن چنین یک داروخانه زمانوی نه تنها برای شهر خوجند بلکه مهمانان نیز می‌توانند در حالت ضروری داروواری یا خدمات‌های کسمتیکی خود را دسترس نمایند. گزارش سومن حمیدوف، مفتون شکورов و نسیم رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.